knee and back pain without surgery, and now I have no pain. Pain relief without surgery or medication. Contact Nobel Stem today. Curación de dolor crónico está disponible a través de su propio cuerpo y capacidad de curación natural. Nobel Stem ofrece un tratamiento simple y económico llamado Platelet Rich Plasma PRP, una terapia de la célula que usa alimentos de su propia sangre para acelerar e intensificar curación de su cuerpo. Atletas profesionales y millones de otros lo usan. Me traté mi hombro, rodilla y dolor de espalda sin cirugía y ya no tengo dolor. Alivio de dolor sin cirugía o medicamentos. Contacte a Nobel Stem hoy. با سلام دوستان عزیز، فرشته فرد هستم در خدمت دکتر سایه نوبل. روز جدید رو شروع میکنیم. سلام دکتر، حالا شما؟ سلام به روی ماهتون خانم، خیلی متشکرم تشریف بردیم امشب در خدمت شما باشیم و بینندگان عزیز در سراسر دنیا. انشالله که دوستان عزیز ایرانیمون هم از طریق glviz.com عصر امروز در اینترنت بتونن برنامه ها رو که نه جنبه مذهبی یا سیاسی، هیچ نوع وابستگی به هیچ نوع وابستگی مذهبی یا سیاسی نداره، فقط به طور خالص ما از پزشکی حرف میزنیم و امیدوارم که هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و درد نداشته باشید انشاءالله. خب سوال امشبتون راجع به سوال امشب که سوال زیاد دارم من. حالا یه چیزی نمیخوام موضوع رو دینی مذهبیش بکنم. میدونید که امسا الان توی این ماه دکتر شما مسلمون هستین یا؟ فرق نمیکنه، من به همه مذاهب احترام، بله اگه واقعا بخوایم من مسلمون هستم درسته. ولی از نظر خب ما بله احترام بفرما. ما همه مذاهب رو دوست داریم. انشالله که هر کسی در هر جا هست موفق و مؤید باشه انشالله. و دوست دارم از مذهب حرف نزنم، خواهش میکنم چون فقط پزشکی خواهش میکنم. چشم، حتما. دکتر جان میشه راجع به دردهای مفاصل زانو یکم برای ما توضیح بدین؟ عرض کنم که درد باعث ریشه درد علامت بیماری است، خود بیماری نیست. هر جای بدن که درد میکنه علتش ممکنه متفاوت باشه، به همین دلیل باید علت درد رو دید چیست. فرض کنیم که شما زانو درد میکنه، میتونه اول باید ساختمان زانو رو شما بدونید، بعد هر کدوم از قسمت‌های زانو ممکنه ایجاد درد بکنه که بستگی داره به ناحیه اون عضوی یا اون قسمتی از زانو که دچار یک ضایعه شده، اون دردش با قسمت دیگه‌ای که هست فرق. مثلا بعضی دردها هستی با حرکت تشدید میشه و به اصطلاح خودشونو نشون میده درست. یا بعضی دردها هست همینجور که حتی موقعی که شخص استراحت هم میکنه دردم داره و این دلیل دردش فرق میکنه با اون یکی. یا مثلا فرض کنیم اونا که کمر درد دارن، اگه دیسک کمر داشته باشن، اگه دیسکشون خیلی کوچیک باشه، وقتی میشینن به مدت طولانی یا راه میرن به مدت طولانی یا وزنه حتی کم و طولانی بلند کنن، یواشاشون قسمت ورم میکنه و درد ایجاد میشه. در صورتی که اگر پیشرفته باشه، دیسکشون بزرگ باشه، این دیسک آردی جای خودش بزرگتره و به اعصاب مجاورش فشار میده و باعث درد میشه، حتی در حالت استراحت. حالا بعضیاشون هم هستن که درد در موقع استراحت ندارن، به مجردی که یه کمی راه برن یا یه چیز خیلی سبکی هم بلند کنن یا به طور غیر صحیح دلا بشن، حتی یک کاغذ بلند کنن، دردشون شروع میشه و میپیچه به عصب سیاتیکشون و میره مثل برق، حالت برق گرفتگی
ایجاد درد میکنه و این درد میپیچه توی پاشون یا گردنشون اگر به یه طریقی باشه، اگر دیست توی گردن باشه میپیچه توی دست و به انگشتا حالت کرختی پیدا میکنن و حالت سوزن پیدا میکنن. درد علامت خیلی خوبیه برای که اگر ما درد نداشتیم ممکنه اون عضو از بین بره و ما دچار اشکال بزرگتر و بدتر و غیر قابل علاج پیدا کنیم. درد یه جور آلارم هست. آفرین. یه آلارم، یه سیستم دفاعی بدنه که درد، اگه شما دندونتون درد نیاد هیچ وقت نمیرید دندون پزشک که اون علت درد دندون شما، اونا همینطور دندون هم مثل زانو فرق نمیکنه یا هر عضو دیگه. ممکنه شما روت کانال لازم داشته باشی، ممکنه فقط یک کویتی داشته باشه، ممکنه لثه ها ورم کرده باشه، به دلایل مختلف درد ممکنه به اصطلاح فود ترپ باشه، مثلا غذا بین تو دو دندون گیر میکنه و میگنده اونجا و حالت ورم ایجاد میکنه و دندون از بین میبره. اگه درد نبود به هیچ وجه شما متوجه نمیشی که اینجا داره میپوسه و شما همینطور جاهای دیگه بدن همین. حالا راجع به اونی که دردی که ما میخوایم، زانو، هر دردی که داشته باشید از نظر عضلانی و استخوانی و زخم‌هایی که علاج نمیشن با دارو، ما خداوند بهمون یک هدیه خیلی خوبی در بدن ما وجود داره که میتونیم از این هدیه و هدیه بزرگ، واقعا بزرگ، که باعث تمام اون باعث میشه که بدنمان رو ریپر یا تعمیر بکنن. این سیستم سلولای بنیادی و پلاکت‌های خون هستن که دائما در هر لحظه که هر جای بدن یه زای پیدا بشه اینا میرن اونو تعمیرش میکنن. البته بعضی وقتا زایه اینقدر بزرگه که بدن قادر نیست اونو به سرعت ترمیم بکنه. اون باعث میشه که یه درد مزمن ایجاد بشه، چون دائما بدن سعی میکنه که اون قسمتی که از به اصطلاح آسیب دیده مرتب سعی میکنه که اون قسمت رو چیز کنه. این دائما یه ورم دائمی در اون ناحیه خواهد بود که بهش میگن درد مزمن و این درد مزمن بستگی داره به شدت زایعی که در اون ناحیه وجود داره. حالا چه در گردن باشه، چه در شونه طرف باشه، یا در زانو، یا در مچ پا، یا انگشت پا، یا انگشت دست، یا حتی اعصاب که باعث ورم اعصاب که بهش میگن نوراپاتی. اینا به دلایل مختلف، مثلا اشخاصی که مثلا دیابت طولانی داشتن، اون مولکول های قند در جدار رگا و در جدار اعصاب رسوب میکنن و باعث التهاب میشن و اون سلولایی که دور سلولای رشته‌های عصبی، سلولایی که دور رشته‌های عصبی به اسم شوان سل یا سلولای شوان اینا مشهور هستن، اینا سعی میکنن خودشون رو حفظ کنن و نمیرن. ولی اگر قند خون بالا باشه این سلولای شوان به تدریج دیجنریت میشن، از بین میرن و اونجا ورم میکنه و شخص دچار اختلال عصبی میشه در ناحیه‌ای که این اتفاق میفته، به خصوص در پاها. مریضایی که دیابت دارن انگشت پاهاشون کرخ میشه، کف پاشون کرخ میشه موقعی که راه میرن، مثل که روی شن راه میرن و یا روی سوزن، نوک سوزن راه میرن، یا مثل که روی میخ راه میرن و درد دارن و دائما گزگز میکنه پاشون. درسته. و این درد با درد مثلا زانو فرق میکنه. اتفاقا من در پژوهش‌هایی که کردم روی نوراپاتی، دیابتیک نوراپاتی، یا که با
با دارو معمولا وقتی دارو به شما مثل لیریکا یا گاباپنتین یا نورانتین اینا تجویز میکنن پزشکایی که فقط به اون علامت بیماری دقت میکنن. ما با پلاکت غنی شده بیمارانی دارم که با اون باور بفرمایید تمام علائم اون گزگز شدنشون و بی‌حس بودن زانوشون پاهاشون و بی‌حسی انگشتای پاهاشون کاملا از بین رفته و بدون که هیچ نوع دارویی استفاده بکنن این نوراپاتی که دارن، دیابتیک نوراپاتی یا اختلال عصبی که به واسطه مرض قند ایجاد شده در اعصاب پا به خصوص، این به طور معجزه‌آسایی اونا رو بهتر میکنه. البته این کار در سابقه در پزشکی نداره. من خودم این کار رو انجام دادم به واسطه که خودم علاقه داشتم که ببینم آیا PRP کمک میکنه یا نمیکنه و واقعا موفق بودم تا به حال. و یکی هم این هست که برای زخم‌های دیر علاج همون دیابت، از دیابت صحبت کردیم، بعضی اوقات به دلیل اینکه همینطور که عرض کردم رگ‌های کوچک یا نیو وسل دیزیز بهش میگن، نیو وسل اور اسمال وسل دیزیز، اسمال وسل دیزیز برای که در سطح کاپیلاری یا در سطح خیلی نازک رگ‌هایی که به پا میرسن و خون رسانی میکنن، این مولکولای قند دیپازیت میشه توی جدار رگ و باعث میشه که رگ‌های کوچک پرولیفریت میشن، یعنی تولید سلولای زیادتری میکنن و در نتیجه اون مقطع کاپیلاریا بسته میشن و به همین دلیل پای بعضی افرادی که دیابت پیشرفته دارن دست که بذاری روی پوستشون خیلی مثل یخه و حتی سرده و ممکنه حتی اون نبض پاشون هم نتونید شما حس بکنید چون واقعا رگش بسته شده. به همین دلیل اینا چون اکسیژن رسانی به ناحیه پایین انگشتای پا کم میشه و یواش یواش به قانقاریا یا گانگرن تبدیل میشه که در بعضی موارد که به شدت این موضوع شدت پیدا میکنه اینا رو مجبورن که پاشون رو قطع کنن. یه سوال دارم من ازتون دکتر، بعضیا نوک انگشتا نوک پاهاشون همیشه سرما احساس میکنن، این به خاطر چی هستش؟ این به خاطر فشار خون پایینه، کم خونیه یا قند خونه؟ نه ببینید اینا اگه تو اگه بیشتر این تو خانوما بیشتر هست، اینا بهش میگن رینود فنومنا. بعد بیشتر به دلیل عصبی هست و اغلب خیلی شایع‌تر بین خانوما. درسته که مجبورن پاشونو بیشتر دست و پاشونو موقعی که میخوابن به خصوص خیلی واضحه و سرده و اشخاص که سیگار میکشن اون به شدت بدتر میشه. یعنی اگه سیگار بکشید چون سیگار رگا رو منقبض میکنه در نتیجه جریان خون کمتر میشه توی خب حالا کسی که سیگار نمیکشه این برای چی هست؟ والا علتش معلوم نیست و این جزء تخصص من نیست و بیشتر یه حالت واسکولار هست. یه سوالی همینجوری اومده بود تو ذهنم چون فرمودین برای دیابتیک. اوکی. ولی اگر شخص دیابت داشته باشه به احتمال زیاد به دلیل پریفرال واسکولار دیزیز بهش میگن یا همون به دلیل مرض قند هست که جدار رگ‌ها رو آسیب رسونده و رگ مجبور از خودش دفاع کنه. بعد سلولای داخل بهش میگن اینتیما، سلولای داخل اینتیما پرولیفریت میشن، تعدادشون زیاد میشه، در نتیجه اون مقطع رگ تنگ میشه و به تدریج اصلا بسته میشه بر اونا که دیابت دارن. درسته. و این اتفاقا باز برمیگردیم به پلاکت درمانی و پلاکت غنی شده درمانی.
در پلاکت همینطور که قبلا در برنامه قبلی هم صحبت کردیم، نیوواسکولاریزیشن یعنی یک عامل